امروز میخوام در مورد فیلمی باهاتون صحبت کنم که این روزا همه رو شگفت زده کرده و رکورد فروشش تو سینماها شکسته شده و حتی از بتمن دارک نولان هم جلو زده و پیش بینی میشه فروشش از مرز 1 میلیارد دلار هم عبور کنه. موج تبلیغاتش هم تو اینترنت خیلی غوغا کرده، از فرش قرمزهای گرون قیمتش بگیر تا تبلیغ سه‌بعدی غول‌پیکرش تو دبی. و اما میخوام در آخر ویدیو حقایقی رو در مورد ساخت این فیلم بهتون بگم که هیچ جا نشنیدین. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. داستان فیلم با سکانسی از عروسک بازی بچه‌ها شروع میشه و تنها عروسکی که وجود داشته عروسک نوزاد بوده و دختر بچه‌ها فقط میتونستن نقش مادرشون رو بازی کنن. تا اینکه شرکت متل عروسکی به اسم باربی درست کرد که در نقش یک زن بالغ بود و خیلی مورد توجه دختر بچه‌ها قرار گرفت که همین باعث شد دختر بچه‌ها عروسک قبلیشون رو دور بندازن. باربی سال 1359 توسط خانمی به نام روز هندرز ساخته میشه. این خانم که یه شکاف بزرگ توی بازار رو تونسته بوده پیدا کنه، با خلق باربی این خلأ رو جبران میکنه و جالبه بدون این خالق باربی خودش داره تفکرات فمینیستی هست. این خانم باربی رو از رو عروسکی به اسم کومیک بوکی ساخته که قبلا فقط در بارها و کلاب‌ها از این عروسک استفاده میشده و برای اولین بار این عروسک رو به دخترش میده و وقتی متوجه اشتیاق دخترش به این عروسک میشه، باربی رو که برگرفته از اسم دخترش باربارا هست رو روی این عروسک میذاره و شروع به تولیدش میکنه. این خانم همچنین یک نمونه پسر از این عروسک رو تولید میکنه و اسم پسر خودش کن رو روی دوست پسر باربی میذاره. شرکت متل باربی رو در 180 شغل متفاوت تولید کرده بوده و همراه باربی یه سری وسایل جانبی هم به فروش میرسونده، از قبیل خونه باربی و لباسهای مختلفی که برای باربی طراحی شده بوده و این شرکت یه زمان انقدر بزرگ میشه و توسعه پیدا میکنه که طراحان لباس بزرگی مثل گوچی میان و برای باربی لباس طراحی میکنن و تخمین زده میشه تا امروز بیش از 1 میلیارد عدد عروسک باربی فروخته شده. کمپانی که داره باربی رو تولید میکنه الان به بزرگترین کمپانی اسباب بازی فروشی جهان تبدیل شده و باربی در اوج قدرت خودش تو هر ثانیه 3 عدد ازش فروخته میشده و مجموع سود کمپانی در هر سال بیش از 1 میلیارد دلار بوده. همونجور که میدونین باربی فقط یک عروسک نیست، بلکه یک سبک و تفکر جدید از زندگی رو داره تو جامعه به خانم‌ها القا میکنه و اونم این که خانم‌ها میتونن در عین زیبا و جذاب بودن تو هر شغلی ظاهر بشن و مستقل باشن و برای انجام دادن کارهای بزرگ هیچ احتیاجی به مردها ندارن. همینطور که در فیلم میبینیم باربی ها در سرزمین فانتزی به اسم باربی لند زندگی میکنن و زندگیشون خیلی رویایی و بی‌عیب و نقصه. تو باربی لند بی نهایت باربی وجود داره، ولی تمرکز ما رو باربی اصلی فیلم هست که بانو مارگو رابی نقش اون رو ایفا میکنه. باربی هر روز از خواب بیدار میشه و روزش رو خیلی عالی شروع میکنه. ورزش میکنه، دوش میگیره، صبحانه میخوره و از بالای خونش میپره پایین و سوار ماشینش میشه. این شهر رو باربی ها اداره میکنن. رئیس جمهور این شهر باربیه، وکیلش باربیه و حتی جوایز نوبل اون رو هم باربی ها میگیرن. در کنار باربی ها یه سری مرد هم اونجا زندگی میکنن به اسم کن که نقش کن اصلی آقای رایان گاسلینگ ایفا میکنه و چقدر هم که خوش درخشیده در این نقش. و کن فقط زمانی میتونه خوشحال باشه که باربی به اون توجه کنه و در آخر پیامی برای مخاطبان داره و اون این که من به تنهایی برای خودم کافی هستم. هر شب باربی در خونه رویاییش مهمونی میگیره و همه کنها باربی ها در اونجا جمع میشن و با همدیگه میرقصن و خوش میگذرونن. یه شب باربی وسط رقص به همه میگه تا حالا شده به مرگ فکر کنین، که همین باعث میشه همه با تعجب به باربی نگاه کنن. و در ادامه متوجه میشیم شخصیت باربی دچار بحران وجودی شده، مثلا آب دوش همون براش سرده، غذاها براش بدمزن و کف پاش داره زمین رو لمس میکنه. باربی این غذایا رو با دوستاش در میون میذاره و اونها میترسن و وحشت زده میشن و به باربی میگن تو باید برای حل مشکلات به دنیای واقعی سفر کنی. باربی هم وارد دنیای واقعی میشه و در اونجا یک سری اتفاقات براش میفته و یه سری چیزهایی رو تجربه میکنه که هرگز در باربیلند تجربه نکرده بود و همین باعث میشه که باربی در این سفر به خودشناسی برسه و در پایان داستان میبینیم که قهرمان فیلم به یه نتیجه گیری اخلاقی میرسه که همون میشه پیام داستان. خب دوستان عزیز، اگر تا اینجا از تماشای ویدیو لذت بردین لطفاً ما رو لایک کنین و چنل رو هم سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار دهید تا به محض انتشار ویدیو جدید از اون باخبر بشین.
حالا میخوام در مورد 5 حقیقت فیلم باربی باهاتون صحبت کنم که شاید جایی نشنیده باشید. اولین حقیقت اینه که هزینه بازاریابی و تبلیغات فیلم باربی حدود 150 میلیون دلار بوده که از هزینه ساخت خود فیلم باربی که 145 میلیون دلار بوده بیشتر بوده و این قدرت تبلیغات رو نشون میده. دومین مورد در مورد درآمد خانم مارگو رابی از فیلم باربی هست که حدود 50 میلیون دلار بوده، چون ایشون علاوه بر بازیگری تهیه کننده این فیلم هم بودند. سومین مورد در مورد شهرک باربی لنده که به صورت واقعی ساخته شده و هزینه ساخت اون حدود 30 میلیون دلار بوده که این شهرک سینمایی در ابتدا در ابعاد کوچیک ساخته شده و بعد از اون توسط مهندسان به صورت شهرک سینمایی در اومده و واقعا میشه در اون زندگی کرد. و نکته جالب این شهرک اینه که تماما از پلاستیک ساخته شده و هیچ عنصر آب و خاکی در اون وجود نداره و همچنین تمام نورپردازی های این شهرک به صورت مصنوعی بوده و در اون برهه که داشته این شهرک ساخته می شده اینقدر از رنگ صورتی استفاده میشه که رنگ صورتی کمیاب میشه و همچنین دور تا دور آن هم نقاشی کشیده شده و از هیچ پرده سبزی در فیلم استفاده نشده. چهارمین مورد در مورد چالش جدید باربی هایمر هست که در اون عکس‌های فیلم باربی در کنار فیلم اوپنهایمر با جلوه و معانی خاصی به تصویر کشیده شده که با هم چند تا از این عکس‌ها رو می‌بینیم، ولی همونطور که می‌دونیم دنیای این دو فیلم با هم خیلی متفاوته و دنیای باربی یه دنیای زیبا و صورتی و فانتزیه، در حالی که دنیای اوپنهایمر بمب هستی و خرابی کل دنیا رو در بر داره. و در آخر میخوام در مورد فروش سرسام‌آور این فیلم براتون بگم که فروشش مرز 1 میلیارد دلار رو رد کرده، در صورتی که اوپنهایمر نصف فیلم باربی فروش داشته و یکی از دلایلش هم این بوده که محدودیت بالای 17 سال برای تماشا داشته که نسبت به خودش هم خوب فروخته. فروش بالای فیلم باربی این پیام رو داره که فیلم‌هایی که حرف جدیدی برای گفتن دارن بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار میگیرن تا فیلم‌هایی که داستان‌های تکراری دارن و این شکست مکرر فیلم‌های ابرقهرمانی این رو ثابت میکنه که تمام مخاطبین سینما دنبال فیلمنامه‌های با موضوع جدید هستن. در ویدیوی بعدی میخوایم به نقد و بررسی فیلم اوپنهایمر بپردازیم و اینکه اکران همزمان این دو فیلم جنجالی باربی و اوپنهایمر چه تأثیری در فروش بلیطشون در سینماها داشته. پس برای اینکه با ما همراه باشین لطفا ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار دهید تا به محض انتشار ویدیوی جدید از آن مطلع شوید. خب دوستان، و در آخر بهتون بگم که ما در این چنل در روزهای یکشنبه به نقد و بررسی یکی از فیلم‌ها یا سریال‌های جنجالی روز دنیا می‌پردازیم و در روزهای سه‌شنبه به معرفی 5 فیلم سینمایی جذاب و دیدنی که قبل از مرگ حتما باید دید می‌پردازیم و روزهای پنجشنبه 5 سریال جذاب و دیدنی رو بهتون معرفی می‌کنیم. پس برای اینکه این ویدیوها رو از دست ندیم با ما همراه باشین و ما رو به دوستانتون که عاشق فیلم و سریال هستن معرفی کنین.